سلام، با یه ویدیو گفتگو محور دیگه در خدمت شما هستیم از استودیو فرانچایز. همونجور که قبلا خدمتتون قول داده بودیم، قراره که بریم سراغ مدیران موفق این صنعت. به نوعی کسب و کارهاشون درگیر صنعت فرانچایز هستن یا فرانچایزورن یا مستعد صنعت فرانچایز هستن یا اصلاً تصمیم گیرنده این صنعت هستن. توی اولین ویدیو قراره بریم سراغ یک ترند معروف تو ایران، اون هم کافه رستورانه و قراره صحبت کنیم با جناب آقای محسن مسیحا، مالک یا اونر برند کافه کاما. پس ما رو دنبال کنید. جناب مسیحا سلام. ممنون از اینکه وقت گذاشتید این مصاحبه رو با هم دیگه انجام بدیم. خواهش میکنم. سلام، من عرض میکنم خدمت شما و همکاری عزیزتون که امروز تشریف آوردید کاما. سلام، در خدمتتون هستم. خیلی هم عالی. آقای مسیحا، یه بیوگرافی از خودت میخوام داشته باشم. بتونیم به چی اشاره کنیم؟ من محسن مسیحا، متولد 1370م. تحصیلاتم در رشته معماری و طراحی. تقریبا 12 سال میشه که توی صنعت خوراک و نوشیدنی فعالیت میکنم و علاقه خودم به دو تا بخش. اولیش میشه کافه داری و رستوران داری و دومیش میشه بحث مشاوره برای کسب و کارهایی که توی صنعت غذا و نوشیدنی قراره که فعالیت بکنم. بسیار عالی. شروع فعالیت من با یعنی کاری که برای خودم شروع کردم با همین برند کاماست که الان تقریبا چند روز دیگه ما در آستانه 10 سالگی این برند هستیم که خیلی اتفاقهای مختلفی رو توی این 10 سال تجربه کردیم. از سال 93 که شروع کردیم شعبه داشتیم، فرانچایز کردیم، برای خودمون بوده، شکست خوردیم، تجربه های خوب و بد زیادی داشتیم و زمانی اومدم بخش دوم فعالیتم و مشاوره رو اضافه کردم و اعتقاد دارم به این که من وقتی میتونم مشاور خوبی باشم سفت پای این وایستادم که باید اون کانسپتی که میخوام برای شما اجرا بکنم حتما یک بار قبلش برای خودم این کارو کرده باشم با مدل موفقی باشه و یه مدل موفق باشه و تجربه کنم حداقل یک بار. این موضوع راه اندازی رستوران نیست. یعنی ما وقتی میخوایم بگیم یه کافه بیرونبر قراره من راه اندازی بکنم برای یه نفر و مشاوره بهش بدم، از 0 تا 100 رو انجام بدم، باید قبلا این کار برای خودم کرده باشم. اگه من میخوام یه بیکری برای یه نفر راه اندازی بکنم باید این کار کرده باشم. چون مشاورهای مشکل ما الان توی بحث مشاوره اینه که وقتی ما میریم جلو و آدم‌ها رو داریم نگاه می‌کنیم که مشاوره میدن، هیچ تجربه‌ای ندارن، با سرمایه شما، با وقت شما دارن آزمون و خطا میکنن. ولی برای ما این شکلی نبود. ما 5 سال فعالیت کردیم با برند کاما و بعد از اون حالا برندهای دیگه‌ای که در ادامه مصاحبه در موردش صحبت می‌کنیم اینا رو ساختیم و بعد به خودمون اجازه دادیم که بیایم و بشیم مشاور و این کار انجام بدیم یا حتی فرانچایز کنیم و حتی فرانچایز بکنیم. خیلی عالی. خیلی عالی. در مورد برند صحبت کردی. به جز کاما برند دیگه‌ای هم دارید شما؟ من سال 93 کاما رو استارت زدم با عنوان کافه کاما و توی سال 98 ما 6 تا شعبه شدیم که خب به روش‌های مختلف من کار کردم با این شعبه‌ها. مشارکت باشه، چه ریالی چه دلاری، بعد سرمایه گذاری باشه، یعنی کسی که فقط سرمایه گذاشته و ما داریم کار انجام میدیم. فرانچایز کردیم، حالا با اون علم و سوادی که اون زمان داشتیم کار کردیم و سال 98 به این نتیجه رسیدیم که شعبه ها یکیش رستوران شده، یکیش کافه شده و خیلی یک پارچه نیست. تصمیم گرفتیم که برند جدیدی رو داشته باشیم به عنوان کافه لته باز و لته باز بشه. اگر ما ادعایی توی قهوه داریم بریم روی لته باز کار بکنیم که یه خورده سن و سالش هم پایین‌تره، مخاطبش بین 20 تا 30 ساله همونطوری که از اسمش پیداست و کاما بشه کافه رستوران کاما که سال 98 ما شعبه‌های کاما رو واگذار کردیم، همه رو 0 تا 100 واگذار کردیم. اینجایی که الان نشستیم شد استارت مجدد کاما با عنوان کافه رستوران کاما، یه فضای 500-600 متری و قرار شد که اگر کاما قرار گسترش پیدا بکنه و شعبه داشته باشه با همین استایل باشه، با این سبک باشه. یعنی فضاهایی که حیاط داره، 2 طبقه است
و یه سری استانداردها براش تعیین کردیم و در کنارش برند لته‌باز رو آوردیم که حالا لته‌باز به خاطر یعنی برنامه‌ریزی خیلی خوبی شده بود واسش، زیرساخت‌های خیلی خوبی داشت، ولی خب مثل خیلی از برندهایی که به خاطر کرونا استاپ شدن این مشکل برای ما هم به وجود اومد. یعنی ما 3 تا شعبه شدیم توی لته‌باز ولی خوردیم به کرونا. حالا اون هنوزم الان 1 شعبه داره، 2 تا شعبه دیگه به خاطر کرونا و به خاطر پایان مثلا قراردادشون استاپ شد. ما برای سال آینده برنامه فرانچایزمون روی لته‌باز و کافتریاست. کافتریا هم 1 ساله که فعال شده، بیشتر هم سبک ایرانی و رنگ و بوی ایرانی رو داره و در مجموع با این 3 تا برند کار میکنیم، با بیشتر از 25 تا برند دیگه هم توی این 10 سال برای دوستانی که می‌خواستن وارد صنعت خوراک و نوشیدنی بشن راه اندازی کردیم. خیلی عالی. کاما الان پس 3 تا شعبه داره. کاما 3 تا شعبه داره. یه دونش با مدل برای خودتونه و 2 تاش هم برون سپاری فرانچایز کرده. خب کلمه فرانچایز ما یه خود روش حساسیم. اصلا کلا محتواهایی که ویدیوهایی که میگیریم برای صنعت فرانچایزه. اگه برگردی عقب، حالا اومدی گفتی که من 6 تا شعبه کاما داشتم کوچیک کوچیک، اینا رو کمر جمع کردم به این نقطه‌ای رسیدم که بگم تعریف درست من از کاما چیه که همین فضایی که الان اینجا داری و این فضا رو میخوای فرانچایز کنی. ما تو فرانچایز میگیم که اگه کسی میخواد فرانچایز کنه بعد تجربه داشته باشه، 1 2 تا 3 تا شعبه برای خودش داشته باشه و بعدش به مدل فرانچایز فکر کنه که با سرمایه‌ی مردم کار کنه. ولی یه نکته داره، اونم اینه که هر کسی که میخواد فرانچایز کنه بعد FDD سند افشای فرانچایز داشته باشه. شما سمتش رفتید؟ ببین ما توی کاما بعد از این سال 98 که بهتون گفتم ریبرندش کردیم، نه به این شکلی که بخوایم طبق اون استانداردی که هست انجام بدیم، اما روی برند بوکمون کار کردیم، یه سری قوانین آماده کردیم، یه سری اطلاعات آماده کردیم، یه چشم اندازی داریم و قطعاً کسی که بخواد اصولی و درست کار بکنه سند FDD رو باید داشته باشه. ولی ما هم در حال تدوینش هستیم. عالی. بیشتر برای برند لته‌باز و کافتریا. روی کاما چون عددهاش خورده سنگین‌تره و یه خورده خودمون هم روش حساس تریم، فعلا برای فرانچایزش بیشتر از این 3 تا شعبه برنامه‌ای نداریم. خیلی خوبه. همین که مثل یک سری از افراد فعالیت نمی‌کنید، افرادی که حتی شعبه ندارن دارن فرانچایز می‌فروشن، اینکه بیس رو گذاشتید رو اعتبارتون، اینو گذاشتید اگه من میگید که مگه من میخوام به کسی آموزش بدم، راه اندازی کنم و قبلا خودم تجربه موفقی داشته باشم، این خودش نمونه یک فرانچایز اصولیه که امیدوارم برای لته‌باز این اتفاق برای شما بیفته و در اسکیل های حتی جهانی هم بتونیم داشته باشیم. دقیقاً. ببین من چیزی که دغدغه من هست اینه که ما وقتی میگیم فرانچایز، اولا که خیلی ها اصلا معنی این کلمه رو نمیدونن، حتی اصلا به گوششون هست و واقعیتش اینه که توی کشور ما یه جورایی آبروی فرانچایز بردن. دقیقاً، متاسفانه. و یه سری کلمات دیگه ارزش خودشون رو از دست دادن. مثلا شما وقتی که کلمه سرمایه گذاری رو میشنوید احتمالاً ذهنتون میره به سمت کلاهبرداری. دقیقاً. وقتی که اسم فرانچایز رو میشنوید ذهنتون میره به سمت تعطیل شدن و اینکه میخوان از شما یه پولی بگیرن، یه تابلویی به شما بدن و خودتون هم میدونید که باعث بانی چه کسایی هستن. متاسفانه. و به این مرحله رسیده که هنوز یه ایده رو یک بار اجرا هم نکردن، یعنی توی یه لوکیشن هنوز افتتاح نشده و از قبل اومدن پیش فروش کردن. یعنی خیلی چیز عجیبیه. یعنی همچین چیزی و تو کشور ما اتفاق میفته و یه سری آدم‌هایی هستن که ریسکشو میکنن و این کار انجام میدن فقط به خاطر یه تبلیغات زیادی که انجام شده، میان و میرن یه به عنوان یه تابلو میگیرن و شروع میکنن و حتی متوجه این نشدن که فرانچایز گرفتن اون تابلوه نیست. فرانچایز پشتش کلا سیستمه، چیزی که درک نکردن این دوستان. خب موضوع چیه؟ موضوع کجا؟ موضوع اینه که فرهنگش وجود نداره. فرهنگ این قضیه که آقا فرانچایز چیه؟ من میگم که چیزی که من با تمام وجودم درکش کردم. گفتم من به روش‌های مختلف با آدم‌ها کار کردم که برای خودم کافه داشته باشم، شکست خوردم، یه جاهای خیلی موفق بودم و در نهایت اگر کسی بخواد فرانچایز انجام بده، معمولا این شکلیه که آدم‌ها برندهای اصلیشون رو فرانچایز نمی‌کنن توی ایران، چون چند تا مشکل وجود داره. اول اینکه آدم‌هایی که میان سراغت
درک درستی از این فرانچایز ندارن و نمیدونن چیه. از نظر من فرانچایز یعنی یه ایده‌ای که قابلیت فرانچایز شدن و تکثیر شدن داشته باشه. دوم، تیمی که بتونه این فرانچایز رو در ابعاد بیشتر و تعداد بیشتر مدیریتش بکنه. سوم، بودجه‌ای که متناسب با این ماجرا باشه. یعنی شما این ستا رو اگه نداشته باشید چجوری می‌خواید شعبه بدید؟ و بعد توی شرایطی که کشور ما داره و سال آینده ما نمیتونیم برآورد بکنیم که چقدر در اجاره مغازه بدیم، چجوری میخوان فرانچایز کنیم؟ دقیقا. حالا من نمیخوام برم تو اینا، میشه مشکلاتی که فرانچایز داره و باید بشینیم ما به مدل ایران بررسیش کنیم ببینیم چجوری میشه این کارو کرد. خدا رو شکر انجمن فرانچایز خیلی قدم‌های خوبی تو این زمینه برداشته. هم MBA فرانچایز گذاشته، هم نشریه‌های تخصصی داره، هم ما الان اومدیم اینجا که این فرهنگ درست فرانچایز رو به مردم بگیم. و امیدوارم این لطه بازی که شما دارید میگید و میخواید روش انرژی بذارید برای فرانچایز، تو قدم اول خودتون برای FTDش اقدام کنید و یه سند مکتوبی داشته باشید که به عنوان یک فرانچایز اصولی تو ایران، چون متاسفانه تو ایران فرانچایز هایی که ادعای فرانچایز دارن عملاً FTD ندارن و شبه فرانچایز دارن اداره میشن و شما به عنوان یکی از اولین افراد یا اولین کسب و کارهایی که با این مدل درست میخواد کار فرانچایز انجام بده شناخته بشید. بریم سراغ کاما. کاما کافه موفقیه. موفقیتش چیه؟ به خاطر دیزاینشه، دکورشه، رستری در محلشه، بیکری در محلشه، یا همه اینها و چیزهای دیگه ای هستش که تو این 10 سال درکش کردی؟ ببینید کاما خب این چیزی که الان دارید میبینید نبوده. از یه کافه کوچیک 40 متری شروع شده که کل سرمایه من بوده و تو اتفاقا توی شعبه اولش یوسف آباد شکست خورده. یکی از چیزهای مهمش اینه که من پاش وایسادم. یعنی سالی که شکست خورد و ما داشتیم جابجا می‌شدیم میرفتیم توی منطقه ضعیف‌تر با اون تهمونده بودجه‌ای که داشتیم، من پاش وایسادم و ایراداتمو فهمیدم که چیه. دلیل شکست خوردنمو 0 تا 100 اشتباهاتی که باید انجام میدادم و تو شعبه اولش انجام دادم و سعی کردم که توی شعبه‌های بعدی آموزش ببینم، نیروی انسانی درست استخدام بکنم، خودم باشم، عجله نکردم. یه برند کافه و رستوران بین به نظر من 3 تا 5 سال مراقبت میخواد مدام تا شکل و فرم بگیره، جای خودش رو پیدا کنه، لحن بیانش رو پیدا کنه که چجوری میخواد ارتباط بگیره و در نهایت ما رسیدیم به اون شعاری که گفتیم در گذشته بهش میگفتیم ارتباط حواس. یعنی من این مفهوم رو درک کردم توی کاما و کاما کلا روی این میچرخه که به عنوان تگلاین یا شعار اصلیشه. وقتی شما وارد کافه میشید ما وظیفمون فقط سرو غذا و نوشیدنی نیست. حواس پنجگانه شما در یک مجموعه، در یک کافه درگیر میشه، از چیزی که لمس میکنید تا میبینید تا بوی قهوه‌ای که هست، موزیکی دارید میشنوید و همه این اتفاقها باعث میشه که شما تجربه خوشایندی از اون برند داشته باشید. ما روی این کار کردیم، یعنی اومدیم تمرکز کردیم روی و الان چیزی که حالا تو ریبرندمون اتفاق افتاد اسمشو گذاشتیم احترام به حواس. یعنی ارتباط حواس در جای خودش از اون وظیفمونه، یه مرحله بالاتر از این، یعنی احترام به حواس چیزی که عنوان شعار کاماست و فکر میکنم اگر که شما میگید موفق کاما به خاطر تمرکز ما روی همین شعار. خیلی قشنگ گفتید، این که گفتی که 3 تا 5 سال زمان نیاز داره. این چیزیه که ما واقعا بهش رسیدیم. حالا با مدل فرانچایز دارم میگم، یعنی وقتی به پختگی رسید یک کسب و کار، تازه اون موقع میتونه با مشارکت افراد دیگه، با سرمایه های افراد دیگه اقدام کنه به گسترش کار. یعنی انقدر بیس کار قشنگ چیده باشه، ذهنشو کامل آماده کرده باشه برای فرانچایز. میدونم یک کافه، حالا بیکری یا کافه فست فود، حتی یک قلم از آیتم های دمنوش اگه کم باشه یعنی یه منو کنسل. بله. و این یه اسکیل خیلی بزرگیه که باید حواست به همه چی باشه. خود این نیاز به سیستم داره، نیاز به ساختار داره، نیاز به تربیت داره، نیاز به آموزش داره. یه نکته در مورد آموزش الان رسیدیم بهش. چقدر نقش آموزش رو برای پیشرفت خودت به نظرت مهمه؟ آیا اصلا رفتی سمت آموزش خاصی؟ تو صحبتم گفتم، یعنی اتفاقی که برای ما افتاد و تجربه‌ای که من کردم این بود که توی شکست اولین کاری که کردم و شکست خوردم،
فقط بابت این بود که من احساس کردم آموزش ندیدم و اطلاعات ندارم. خب بعد دوره‌های تخصصی بار رو دیدم، حالا چه نوشیدنی گرم چه سرد، دوره‌های آشپزی رو دیدم، دوره‌های مدیریت رو دیدم و همچنان دارم می‌بینم. یعنی همین الان تو ماه آینده من دارم دوره‌های تکمیلی پیشرفته برای رست قهوه رو می‌بینم. و مگه میشه کسی صاحب یک کسب و کار باشه و روی سکشن‌های مختلف کسب و کارش تسلط نداشته باشه؟ قرار نیست شاید خودت انجام بدی، ولی شما باید کاملا مسلط باشی. و یه مدیر موفق توی حداقل توی کافه رستوران این شکلیه که از تمام بخش‌های مختلف باید اطلاعات کافی داشته باشه، زمان گذاشته باشه، کار کرده باشه. به خاطر همین گفتم 3 تا 5 سال. یعنی شما حداقل باید چند ماه توی سالن کار بکنید، توی بحث مالی بدونید چه اتفاقی داره میفته. چیزی که آدم‌ها، من توی بحث راه اندازی و مشاوره حالا که صحبت شد، من بیشتر از این که آدم‌ها رو بفرستم به سمت اینکه کافه و رستوران خودشون رو راه اندازی بکنم، پروژه کنسل می‌کنم. یعنی من کسی هم این کارو می‌کنم و تعارف ندارم. شما وقتی که میاد میشید با من صحبت میکنید، خب من همه گذشته‌ای که برای خودم اتفاق افتاده رو مرور میکنم. شما میاد میگید من میخوام این کار انجام بدم، با این سرمایه این ایده رو دارم. خیلی جاها اون شخصیت هستن برای این کار مناسب نیست، خیلی جاها بودجه با اون ایده‌ای که تو ذهنش هست اصلا هم خونی نداره و من میگم شما این کارو نکن. این نکته خوبی گفتی اینجا، میونه کلامت اینکه جهت بدیم به صحبت. الان یک سری از افراد، الان ترند شده دیگه کافه دیگه، یه ترند، قبلا میگفتن خوانندگی ترنده، الان دیگه کافه داری ترنده. یعنی یه بودجه‌ای که یک فردی به دست میاره از هر طریق، فکر میکنه با داشتن یه دستگاه اسپرسو ساز و یه گرایندر کافه دار شده. حالا این که میگه یه ماه 2 ماه 3 ماه میره یه جای کافه‌ای آموزش مختصر از باریستایی میبینه دیگه، میگه الان زمان کافه داری خود منه. توصیت به این افراد چیه؟ چون 70-80% فیل میشن. اول باید اینو درک بکنن که کافه یا رستوران فقط سرو غذا و قهوه نیست. ماجراش میاد روی برندش، روی معماریش، روی لوکیشن، نیروی انسانی، بعد میشه منو و در آخر هم میشه میزبانی. حالا اگر که برند رو بخوایم جدا کنیم موضوعش رو از تبلیغات هم میشه در ادامه چیزی که کمک میکنه برای اینکه شما سر پا بمونید و ادامه بدید. دقیقاً. توی شرایطی که الان ما داریم و رقابتی که هست، موضوع تبلیغات هم شما اگر این گزینه‌هایی که من گفتم و درست اجرا نکرده باشید، خب چی رو میخواید تبلیغات بکنید؟ در مورد چی میخواید صحبت بکنید؟ حرفی برای گفتن ندارید. هر چقدر هم شما آیتمتون خوب باشه، اگر گزینه‌های دیگر نداشته باشید، تبلیغاتی نمیتونید انجام بدید و شکست می‌خورید. توی ماجرای کافه و رستوران و راه اندازی و علاقه‌ای که آدم‌ها دارن، خب مخصوصا توی کافه‌هایی که با قیمت مناسب‌تر راه اندازی میشه، مثل کافه‌های بیرون بر که به شدت دارن زیاد میشن و به شدت تو سال آینده کم میشن به خاطر افزایش قیمت قهوه که بین 30 تا 70% فقط دون سبز قهوه افزایش قیمت داشته و در نتیجه قیمت تموم شده قهوه رست شده هم میره بالا. حالا دوباره بحث دلار نیمایی اینا هم که برداشتن، دوباره باز افزایش قیمت خود داریم. نیروی انسانی، افزایش حقوقاش، هزینه‌های جاری مثل اجاره ها که سال آینده دوباره 2 برابر میشه و حالا مابقی مالیات ها و ماجرا، اینا به اندازه هزینه ها میره بالا که دیگه نمیتونن قهوه رو با مثلا قیمت 40 تومن به شما اسپرسو بدن و خلوت میشن، چون مثلا رسالتشون این بوده که قهوه ارزون بدن با کیفیت و ارزون بدن، دیگه نمیتونن این کار انجام بدن و این عدم تناسبی که بین اتفاق میفته باعث میشه که شکست بخورن. حالا خیلی هم هستن که نه، سر پا میمونن چون این کارن بلدن و این گزینه‌هایی که بهتون گفتم رعایت میکنن، مهمون و مشتری خودشون هم دارن. یکی از نکاتی که خب فرانچایز تو کل دنیا، حالا برندهای بزرگ مثل استارباکس و غیره دارن انجام میدن، خب درگیر این اتفاقات هستن، ولی وقتی فرانچایز بزرگه، قدرت چونه زنیش خیلی زیاده، انبارداریش خیلی زیاده، آموزش‌هاش خیلی اصولیه. اگه جامعه به این نتیجه برسه، مثل مدل‌هایی که تو دنیا هست، برن سمت گرفتن فرانچایزی برندهای فرانچایزور، خیلی میتونیم جلوی این شکسته رو بگیریم. ولی خب اول نیاز این هستش که فرانچایزور فرانچایز بشه، بدونیم این رول مدل درستیه و بریم سمت سوی این که به جای اینکه کسب و کار خودت رو راه بندازی، بری زیر مجموعه یک کسب و کار 3 تا 5 ساله موفقی که میتونه آینده رو برات تضمین کنه. خیلی عالی. یه نکته در مورد برند گفتیم.
میدونم امید خان ملائکه در واقع یکی از مشاورین حالا هم پرسونال شماست هم مشاور کاماست. بودن همچین آدم‌هایی کنار مجموعه اصلا توصیه می‌کنی نمی‌کنی؟ به نظر لازم هست یا نه پول اضافه است؟ قطعاً توی این شرایطی که الان ما داریم مشاور تنها گزینه‌ایه که میتونه کمک بکنه و محافظت بکنه از زمان و از سرمایه‌ای که شما دارید. حالا این مشاور میتونه توی بخش‌های مختلف یک کافه یا رستوران باشه. شما از قسمت معماری میتونید مشاور داشته باشید تا مشاور مالی، تا مشاور برندینگ، تا مشاور تبلیغات و خب آدم‌های متخصصی که سالها کار کردن توی زمینه‌های تخصصی خودشون و الان میتونن کنار شما قرار بگیرن. حالا مثلا ما تیم خودمون که برای کار راه اندازی داریم انجام میدیم، توی تیم خودمون تمام این مشاورا هستن. یعنی وقتی شما به عنوان کسی که میخواید یه پروژه رام بکنید با ما قرارداد می‌بندید، تمام این مشاوره ما که نزدیک به 10 نفرن میان کنار شما و به شما مشاوره میدن برای اینکه توی هر بخش شما مسیر درست رو ادامه بدید. خیلی عالی. فکر می‌کنم یکی از نکات مهم باشه مشاور، مربی، اینها پول اضافه نیست. اینا باعث عدم هدر رفت منابع میشه و نکته‌ای که خب خیلی‌ها شاید رعایتش نکنن. در مورد راه اندازی صحبت کردی. خب راه اندازی موفقی فکر کنم عدد 25 تا هم گفتی. برای راه اندازی کردن حالا بجز مبالغ یا اون سرمایه که لازم داره طرف، از نظر شما چه ویژگی شخصیتی باید داشته باشه که بتونیم در واقع یک راه اندازی موفق برای اون طرف داشته باشیم که اون بتونه در آینده خودش با مدل‌های مثل فرانچایز توسعه بده خودشو؟ شخصیت چی باید باشه؟ ببینید مرتبط با کافه رستوران موضوع اصلی بحث میزبانیه. یعنی شما وقتی میتونید حتی اگه سرمایه داشته باشید، ایده داشته باشید، شما اگر مهمون نواز نباشید توی این صنعت موفق نمیشید. و خب میتونید کارهای دیگه ای تو اورکا انجام بدید. یعنی شما میتونید برید مثلا یه کارگاه رست قهوه بزنید، خیلی ربطی به مهمون نوازی نداره، به فروش ربط داره. شما میتونید مثلا یه کارگاه شیرینی بزنید، شما میتونید تجهیزات وارد کنید اگر که به صنعت مثلا خوراک و نوشیدنی یا کلا کافه رستوران علاقه دارید. ولی اگر میخواید کافه بزنید یا رستوران بزنید، موضوع اصلیش بحث میزبانی یا فهمیدن اون هاسپیتالیتیه. چیزی که حالا الان جالبه، مثلا اومدن میگن که کافه هایی که خیلی به جزئیات دقت میکنن اسمشو گذاشتن کافه هایی که ادایی ان. آره. کافه های ادایی در واقع اون وظیفه ماست که حواسمون به جزئیات باشه. یعنی اون بخشی از هاسپیتالیتی، بخشی از میزبانی درست میشه دقیقاً نگاه کردن و دیدن جزئیات که اون جزئیات واقعیت برند رو میسازه و در مرحله بعدی میتونه فرانچایز بشه. خیلی عالی. به عنوان نکته آخر، توصیت به کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن، حالا چه توی بخش کافه چه چیزهای دیگه که خب تو مسیر شغلیت بهش مواجه شدی، سراغ چه فرانچایز هایی برن؟ از دید تو اون فرانچایز هایی که موفق میتونن باشن چیا هست؟ مردم تو چیا سرمایه گذاری کنن؟ ببین اصلا ماجرای اصلی فرانچایز یعنی اینی که شما میخواید از اعتبار، از تجربه و از کردیتی که اون برند داره استفاده کنی برای اینکه زودتر به موفقیت برسی و خودت نری توی آزمون و خطا، خودت نری توی پروسه زمانی طولانی که به نظر من زمان خیلی مهمتر از سرمایه است. دقیقاً. در واقع فرانچایز رو باید انتخاب بکنن که موفق بوده، آزمون و خطا شده، برای خودش مسیرش مشخصه، قوانینش مشخصه و بودجه مشخص داره، طبق اون میتونن برن این کار انجام بدن و قراره به شما کمک بکنه که شما سریعتر موفق بشید. یعنی شما دیگه آزمون و خطا نکنید، شما هیچ زمان رو از دست ندید و موفقیت نزدیکتر از نوها، از قوانین، از دستورالعمل‌ها، کتابچه‌ها استفاده بکنن، کتابچه‌ها یا قوانینی که خب این برند، این کسب و کار موفق طی کرده تا به اینجا رسیده و خواهشم اینه سراغ فرانچایز هایی برید که خودش موفق بوده، شعبه داشته، 1 2 تا 3 تا شعبه داشته. سراغ فرانچایز هایی نرید که خودش هنوز یک شعبه هم نداره. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید، این گفتگو رو با هم انجام دادیم. امیدوارم بتونم ویدیوهای آینده هم با هم دیگه گفتگو کنیم. حتما خسته نباشید. سلامت باشید. ممنون از شما که تماشا کردید.